وقت بخیر، خدایری هستم و امروز اومدم با پارت دوم اتحادها با اتحاد درجه 3 بریم سوال رو حل کنیم و بررسی کنیم ببینیم مثلا اتحادش چیه. ما میگیم جمله آ علاوه ب کلاً به توان 3 میشه یک مکعب کامل یا اتحاد درجه سوم که میشه اولی به توان 3 به علاوه 3 برابر اولی به توان 2 در دومی به علاوه 3 برابر اولی در دومی به توان 2 به علاوه دومی به توان 3 میشه معادلش. خب حالا بریم سوالش رو حل کنیم. فرض کنید به ما گفته x علاوه 2 به توان 3. خب میشه اولی به توان 3 به علاوه 3 برابر اولی در دومی که اینجا x ما به توان 2 به علاوه 3 برابر اولی در دومی به توان 2 به علاوه در واقع دومی به توان 3 که اینو ما قشنگ ضربش انجام بدیم ساده کنیم میشه x3 به علاوه 6x2 به علاوه 12x به علاوه 8. این میشه از این. خب و اگر ما این مثبتمون منفی بود، خب اینجا و اینجا منفی میشد. چرا؟ بریم تو سوال ببینیم اینو. میگه x منهای 3 به توان 3. خب اولی به توان 3 به علاوه 3 برابر اولی به توان 2 منهای 3 خب به علاوه 3 برابر اولی در دومی به توان 2 به علاوه دومی به توان 3. خب ما میگیم توی توان، خب منفی به توان زوج مثبت میاد بیرون، منفی به توان فرد منفی میاد بیرون. پس اینجا منفی به توان فرد رسیده، منفی میاد بیرون. منفی به توان زوج رسیده، پشتش هم که مثبت بوده از قبل، پس مثبت و منفی میاد بیرون. توان نداره، در واقع توانش یکه. خب منفی اینجا تو مثبت میشه منفی و اینم که هیچی دیگه خود x و علامت به این صورت میشه. حالا بریم اینا رو اضافه کنیم. میشه منفی 9x2 خب به علاوه به 27x منهای 27. این هم میشه جواب این ما. پس یکی این شد جوابمون و یکی هم این. حالا بریم سراغ یه نکته. ما این موضوع رو توی فرجه و رادیکال هم داشتیم دیگه. رادیکال با فرجه زوج باشه هر چیزی که زیرش باید بزرگتر مساوی 0 باشه، یعنی یا مثبت یا 0. و اگر رادیکال اون فرجش فرد باشه مشکلی نداریم، میتونه منفی باشه، میتونه مثبت باشه، میتونه 0 باشه. و همین مثال هم بخوام اینو بگم که یادآوری هم شده باشه، ما رادیکال 0 داریم، رادیکال مثلا 1 اوکییم، رادیکال 2 اوکییم، اما رادیکال منفی 1 نداریم، توی دامنمون نیست، تعریف نشده میشه برامون. و برای فرجه های فرد، خب ما وقتی فرجه خب اینجا نمیذاریم، فرجه 2 دیگه، اینم که باید بدونید منطقا. حالا فرجه فرد رادیکال منفی 1 میشه منفی 1، رادیکال چه میدونم منفی 8 میشه منفی 2. اینا البته خب فرجهشون به شرطی که 3 باشه دیگه. البته اینجا فرجه فرد حالا نمیدونم خود 8 باشه با فرجه 3 دوباره 2 میاد بیرون، رادیکال 0 باشه 0 میاد بیرون، فرقی نمیکنه. اینا اوکیه همشون، چون همه جور اعداد مثبت و منفی 0 توشون میتونه صدق بکنه. امیدوارم از این پارت لذت برده باشین. ممنون میشم سابسکرایب بکنین، لایک کنین و کامنت بذارین و اینکه ما رو به دوستاتون معرفی کنین که هم اونا بتونن استفاده کنن، همین که ما بتونیم کامیونیتیمون رو بیشتر بکنیم و تبادل اطلاعات بهتری داشته باشیم باهاتون و همچنین با شما. ممنونم که نگاه کردین. پارت 1 اینم انتهای ویدیو هست، میتونید روش کلیک کنین و تماشا کنین. تا پارت بعدی خدا نگهدار.